با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و احیای هنرهای مردمی اعلان گردیده است. بنابر آن برای باز هم زیبا و شکوفان گردیدن خوجندشهر برای باشندگان، مهمانان و سیاحان از طرف صاحبکاران موضعهای تماشاباب ساخته شده ایستادند. در سفر کاری خود پیشوای معظم کشور یکی از چنین موضعها را که از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود عبدالرشید صاحبکار رسول رجبوف روی کار آمد، راه تنابی ساخته به استفاده داده شد. غفران اشرفبایف کارمند راه تنابی است. او میگوید که راه تنابی از 47 اتاق عبارت بوده، هر یک اتاق امکانی سوار کردنی تا 4 نفر را دارد. در عموم 188 نفر ساکنان و سیاحان در یک مدت سواری راه تنابی شده میتوانند. همچنین نامبرده ابراز کرد که زیاده از 22 نفر ساکنان با کار دائمی تامین گشتند. در این تناب راه 47 کابینه موجود است. در این هر یک کابینه 4 نفر را با جای نشست تامین است. در این کارخانه، در این مؤسسه 22 نفر با کار دائمی تامین گشته است. از ساخته شدن چنین موضعهای تماشاباب شهرمان روز از روز آبادتر و زیباتر گردیده ایستاده است که این باعث خوشنودی هر یک ساکن شهر خوجند می باشد. گزارش یاسمن احمد و نادر نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.